خدمت به مردم امکانات نمیخواد، دغدغه میخواد. جهاد اجتماعی رو این بچه‌های بسیجی طلبه و دانشجو این قشرها انجام میدن تو اردوهای جهادی. دوران تعطیلات نوروزشونه، توی گرمای تابستونه، بلند میشن میرن یه روستای دور افتاده که بتونن یک خدمتی بکنن. این میشه جهاد اجتماعی. این روزها این عزیزانی که دارند بدون سر و صدا توی تهران و تو برخی از شهرها جهادی کار میکنن، عموما هم خبر ندارن، یعنی خود ما هم خبردار نیستیم که این خونه هایی که رژیم غاصب صهیونیستی تخریب کرده، الان این بچه های جهادی، این بچه های طلبه توی اون خونه ها دونه دونه آجرها رو دارن کنار میدن که وسایل مردم رو بتونن از زیر آوار بکشن بیرون. من با برخی از اینا صحبت میکردم، چه خاطرات عجیبی دارن. خب بالاخره برخی از این موشکا تو بالا شهرها آمده پایین، تو کسانی که بالاخره ممکنه نسبت به طلاب، نسبت به روحانیون دید مثبتی هم نداشته باشن. میگن هر وقت یه درخواستی میکردن میگفتن آقا ما پول داریم اما اعتماد نمی کنیم بخوایم، بالاخره وسایل شخصی مونه، فقط طلبه ها اگر هستن بیان ما افتخار میکنیم به حضور اینها. دیدید فیلمش رو؟ خانم مسیحی، این بچه های جهادی رفته بودند خونش داشتن مرتب میکردند، گفت من نذر میکنم اگر حالم خوب بشه یک کربلا برم. ببینید مسیحیه، اما این تأثیر این بچه های جهادیه که دارن خدمت میکنند.